سلام بچه ها، امروز میخوایم راجع به 3 تا از عبارت هایی که هم حالت پولایت یا مؤدبانه و هم حالت رود هست کار کنیم. اولین چیزی که ما میخوایم کار کنیم راجع به این هستش که move. من به جای اینکه از move توی مکالمه با یک فردی استفاده کنم، از حالت مؤدبانه اون یعنی excuse me استفاده می کنم. پس excuse me یک عبارت مؤدبانه یا polite و move rude یا impolite هستش. دومی wait. به جای اینکه wait بگم میگم one moment please. بنابراین one moment please یک عبارت polite و wait impolite یا rude. به جای استفاده از speak up میتونم از could you speak a bit louder استفاده کنم. بنابراین به جای move excuse me wait one moment please و speak up could you speak a bit louder استفاده میکنم.